نور آفتاب شهرستان میناب چه حرارتی داره. نوری که فقط روشنی بخش نیست، بلکه منبع اجرای ایده‌ای بزرگ است در دل هزار نقطه از این سرزمین. بهترین چیز نعمت خداییه که میتونیم برق رو تولید کنیم. نعمتی الهی که حالا قرار است در مسیر تأمین بخشی از برق کشور نقش کلیدی ایفا کند. از 2017 میبینیم که میزان سرمایه‌گذاری در کلان تولید انرژی به ویژه برق در حوزه تجدیدپذیرها تقریباً 2 برابر تولید برق از انرژی فسیلی بوده. در دنیا به صورت میانگین الان در کشورهای توسعه یافته بین 30 تا 35% سبد تأمین برق اونها از طریق تجدیدپذیرها تأمین میشه. ما هم این فرصت رو، این زیرساخت رو و این الزام رو داریم. بالاخره کشوری هستیم که جزء کشورهای خوب در دنیا هستیم از منظر داشتن ظرفیت‌های تجدیدپذیر. ظرفیتی که آغازگر طرحی ملی شد، احداث 1000 نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی در 31 استان کشور. حال حاضر از این 1000 نیروگاه 200 نیروگاه جمع به ظرفیت 600 مگاوات در حال اجراست که تمام مربوط به یکی از پیمانکاران و پیمانکاران حوزه‌های دیگه در استان‌های دیگه هم عملیات اجرایی خودشون رو دارن دنبال میکنن. در این مسیر توان فنی و تخصصی داخل کشور هم به کار گرفته شده است. ما در مجموعه وزارت نیرو و ساتبا تلاش کردیم که یک چهارچوب فنی و اجرایی قابل حصول و سهلی رو برای انجام این کار فراهم بکنیم. به این منظور اولا یک تعدادی از پیمانکاران ذی‌صلاح که در سراسر کشور امکان اجرا و احداث مولد خورشیدی رو دارند شناسایی شدند. همینطور تلاش کردیم که تجهیزات با کیفیت رو تأمین بکنیم. اما روند توسعه این نیروگاه‌ها بیچالش هم نبوده. بخشی از تجهیزات جانبی نیاز به واردات داشته که حالا با هماهنگی‌های صورت گرفته مشکلات آن در حال برطرف شدن است. با توجه به توافقاتی که با گمرک جمهوری اسلامی شکل گرفت و همراهی که در بدنه گمرک ما شاهد اون هستیم، عملیات ترخیص تجهیزات و اقلام نیروگاه‌های خورشیدی سرعت گرفته و انشالله ما شاهد روند رشد افزایشی احداث این نیروگاه‌ها در سطح کشور خواهیم بود. طبق گفته مجری طرح نیروگاه‌های 3 مگاواتی در بحث تامین مالی و ارزی هم توافقاتی صورت گرفته که به محض ورود اقلام تکمیلی شاهد اتصال این نیروگاه‌ها به برق کشور خواهیم بود. لیلا علیبیگی، خبرگزاری صدا و سیما.